د دې موضوع په تړاو د بس لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی نجیب رحمان شمال صاحب را سره دی. شمال صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د تورخم او چمن د تړل کېدو اقتصادي اغېزونه څنګه ارزوئ؟ به نام خداوند مهربان، سلام خدمت شما خواهر عزیز، همکاران تکنیکی، همه بیننده‌های و شنونده‌های عزیز سرویس خبری. علیکم سلام. ببینید، مسئله پاکستان و افغانستان متاسفانه یک از مسائل مبرم روز تبدیل شده که البته بدون حل توافقنامه ها یا حل مشکلات مشکلات سیاسی و اقتصادی دامنگیر افغانستان و پاکستان خواهد بود. ما می‌بینیم که در جریان مدتی که پاکستان با افغانستان به حساب سرکش گرفته و هرگز به توافقنامه ها باور نبوده و در فکر برهم زدن مناسبات دوستی با افغانستان و پاکستان می باشد. به بهانه‌های مختلف، گاهی به حضور TTP در افغانستان، گاهی حضور سایر فعالیت‌ها از که گویا از جانب افغانستان حمایت میشه و ثبات طبیعت پاکستان را به خطر انداخته. کشور پاکستان البته مقصد و سیاسیون و حکومتدارانش است که می‌خواهند به این بهانه جویی به حساب برف ملامتی خود را بالای دیگران بندازند که البته این راه معقول نیست. اینکه TTP همیشه پاکستان ادعا کرده که گویا از افغانستان در افغانستان فعالیت داشته و برای منافع پاکستان خدمت میکنه یا کار میکنه و معاملات دشتگانه دست میزنن. این کاملا مسئله مربوط به خود حکومت پاکستان است، به خاطر که حکومت ها در مقابل اتباع خود، هر حکومتی که باشد در دنیا مکلفیت دارند تا تامین امنیت جانی و مالیشان را تضمین بکنند و به خاطر رفع چالش‌ها و پروگرام‌های داخلی خودشان اقدامات بکنند. این که امروز TTP در داخل پاکستان چه اقداماتی میکنه یا چه تهدیدهایی را متوجه مردم پاکستان ساخته ای برمیگرد و مسائل داخلی خود پاکستان که افغانستان هیچ گونه مداخله در این نکرده. اما گونه که سیاسیون افغانستان همیشه گفتند، چه در حکومت امروز چه در حکومت‌های گذشته، که افغانستان یک کشور صلح‌آمیز بوده و بر اساس صلح و امنیت و تفاهم متقابل و احترام متقابل می‌خواهد تمام مسائل مشکلاتی که بین کشورهای همسایه وجود داره او را به شکل مسالمت آمیز و از طریق گفتگوهای سیاسی حل فصل کند. زیرا مردم افغانستان دیدن در جریان 45 سال گذشته ما جنگ‌های مختلف متأسفانه جنگ‌های تحمیلی بوده بالای مردم افغانستان تجربه کردیم و اینا هیچگاه موفق نبوده و نتوانست حل مشکلات مردم افغانستان باشد. بنابراین یگانه راهی که میتونه مناسبات دوستی و برادری میان پاکستان به اساس مشترکات چه از نوع دینی بگوید، چه از نوع کلتوری، فرهنگی، رفت آمد خانواده‌ها و مشترکات زیادی که بین هر دو طرف وجود دارد، علی مشکل فقط از طریق صلح‌آمیز و گفتگوهای سازنده و سیاسی و دیپلماتیک ممکن است. در غیر آن اگر حکومت پاکستان به این بانگیری خود علیه افغانستان ادامه بده، فکر میکنم نه تنها اینکه مناسبات افغانستان و پاکستان بر هم خواهد خورد، بلکه میتواند تاثیرات بسیار منفی بر روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه داشته باشد. ولی ما می‌بینیم کشور پاکستان هر گونه تعاملات و معاملاتی که با افغانستان داره او را کوشش میکنه که تا جنبه‌های سیاسیش تحت فشار قرار داده حکومت‌های افغانستان و تا با بستن تمام نقاط عبوری مروری که بین خط فلزی دوره بین افغانستان و پاکستان موجود است، این بنادر گذرگاه‌ها را چنان محدود میکنه که البته این مثلا با این کارشان پاکستان میخواهد که نه تنها از نگاه اقتصادی و نظامی بر افغانستان فشار برن، بلکه از نگاه اقتصادی همچنان بر افغانستان فشار برن، خصوصا تجارت ملی افغانستان که با بسته ماندن دروازه‌های عبوری و گمرکات میلیون‌ها دلار هر روزانه اینا ضربه می‌بینن. در حالی که مسئله تنها یک طرفه نیست، نه تنها تجارت ملی افغانستان بلکه تجارت ملی خود پاکستان و مؤسسات دولتیشان که در قسمت انتقالات اموالشان از طریق افغانستان کار میکنن همچنان ضربه می‌بینن. شمال صاحب، دویم پوښتنې ته د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ته دا ډول سیاسي کړکېچونه اوږدمهالې پایلې څه کېدلی شي؟ ببینید، حکومت پاکستان باید راه تفاهم سیاسی رو وقتی که پیش میگیرن با مسائل اقتصادی ارتباط نداشته باشن، زیرا مسئله ارتباطی از طریق سیاسی و دیپلماتیک مسئله جداگانه است. مسئله حل مشکلات از طریق مثلا خط فلزی تهران که از طریق گفتگوهای سیاسی حل شوی مسئله جداست، لیکن مسئله ارتباطات اقتصادی میان هر دو کشور کاملا مسئله جداست که مثلا نباید تحت تاثیر روابط سیاسی و فشارهای سیاسی نظامی که حکومت پاکستان میخواد برای افغانستان تامین بکنه قرار بگیرد. زیرا گفتم مناسبات اقتصادی میتواند مشترکاتی که مردم دارن و همچنان در قسمت انتقال موادات که حتی از کشورهای دیگه به افغانستان می از طریق افغانستان به پاکستان، از پاکستان به هند و سایر کشورهای آسیای جنوبی اینا در حرکت هستن همیشه. یک راهی است که معقول است، نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار بگیرد. ولی که متاسفانه پاکستان
هدف هم باز هم سیاسیونشان هست، اینا به خاطر فشار آوردن بالای حکومت‌های افغانستان این کارو میکنن که هم مردم به حساب تو بین تجاری ملی اینا که چرا باز نمیشه، در حالی که مسئله اقتصادی کاملا مسئله جداگانه است که سیاست و اقتصاد یکی از حرکت‌های سیاسی و اقتصادی است که متوازن با هم پیش میرن و یکی از دیگر تاثیرگذار هستند. ولی با درک شرایط فعلی که افغانستان با کشورهای دنیا داره، ارتباطات و تعاملات تجارتی و اقتصادی که از طریق آسیای مرکزی و آسیای میانه با افغانستان ارتباط دارن و اصلا بخواین از طریق پاکستان دوباره به مقاصد خیش مال خود روان بکنن، این یک راه تجارتی است. این راه تجارتی میتواند نه تنها که باعث تقویت اقتصاد هر دو طرف شد، اما میتواند مشکلات سیاسی و نظامی را حل بکنه، به خاطر اینکه مثل تفاهم و همدیگری در میان هر دو کشور به وجود بیاره. ما امیدوار هستیم که حکومت پاکستان مقامات رهبری کنندهشان که بیشتر نظامیان هستند در این قسمت توجه بکنند که هیچگاه بعد از این اگر خدای نخواسته کدام مسئله سیاسی یا نظامی برخوردهای بین هر دو کشور صورت میگیره تاثیر بر مسائل سیاسی اقتصادی نداشته باشه. کوشش کنند که راهها گذرگاه ها باز باشند. ببینید همین لحظه از مدت 12-13 روزی که راهها را بسته کردن، حتی تمام مهاجرین افغانستان که قابل انتقال افغانستان بودند، تعدادی که اخراج شده بودند، جبری تعداد هم داوطلبانه حاضر بودند در اون طرف مرزها باقی ماندند، در حالی که هیچ گونه شرایط زندگی نه از نگاه سیاسی، نه از نگاه صحی، نه از نگاه آموزشی، نه از نگاه مواد و خوراک هیچ برای اینا آماده نیست. متأسفانه اینا در حالت سرنوشتی به سر میبرند که نه به دوباره طرف خود پاکستان رفته میرن که با جای کار خود ادامه بدن، نه به طرف افغانستان تر شدن میتونن که یک مشکل بسیار جدی بین هر دو کشور خلق کرده. امیدواریم مردم افغانستان میشه تقاضای حرکت‌های در افغانستان و در پاکستان خواهش این است که مسئله اقتصاد از سیاست اینا جدا بکنن. تا وقتی که موضوع پیش حل نشه فکر میکنم حل مسائل اقتصادی و سیاسی بین افغانستان و پاکستان امکان پذیر نخواهد بود. ډیره مننه. شمال صاحب، افغانستان له شپږو هیوادونو سره چې پاکستان هم پکې شامل دی ګډه پوله لري، خو د افغانستان نور هیڅ ګاونډي هیوادونه د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه نه لري، نو ولې پاکستان تل خپلې کورنۍ ستونزې د افغانستان له پولو سره تړي؟ ببینید خط که فرضیه که بین افغانستان و پاکستان کشیده حدود 2600 کیلومتر فاصله داره. این یک راه کوتاه نیست، یک راهی است که تمام افغانستان رو با کشور پاکستان وصل کرده و این منطقه تنها مسئله نبوده که همیشه در اینجا صلح و ثبات بوده باشه، بلکه ناامنیایی که در پاکستان امروز هم است از موجودیت گروه‌های تروریستی و دهشت افغان و غیره در این مناطق است که خود پاکستان اونها را در سالهای گذشته در کشور خود جای داده. و این برمیگرده به سیاست‌ها و عملکردهای نظامیان پاکستان که از دهه 80 به این طرف کشور خود متاسفانه به لانه مطمئن لانه‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی و غیره تبدیل کردند. اگر امروز بی‌ثباتی، ناامنی و حتی مثلا عملات اختناق، ترور و وحشت در پاکستان صورت میگیره، این نتیجه اونمو اعمال است که پاکستان 45 سال گذشته در مقابل افغانستان به خاطر اون اهداف تجاوزکارانه داشت انجام داده بود. امروز دقیقاً همون کشتری که کرده بودن در عمل میکنن. اینا بی‌خبر از این بودن که بالاخره این نارامی یا این گروه‌های دهشت افغان و کسانی که باعث نارامی در افغانستان و منطقه شده بودن، بالاخره اینا به پاکستان هم همین مسائل مطرح میکنن. چنانچه ما میبینیم که زد و خورد مسائل انتحاری، عملات انتحاری و غیره، سوء قصدها و همچنین ترورهایی که از روزهای اخیر در تاهای اخیر ما شاهد بودیم در پشاور و در کراچی از بلندترین مقامات داعش ترور شدن. این خود ثابت کننده از این است که نیروهای تروریستی و دهشت افغان در خاک پاکستان حضور دارند و اینا باعث به این خاطر هم است که نگرانی پاکستان از این است که مبادا کشورهای دیگر که گویا ادعا میکنند که حتی کشورهایی که حامی منافع هندوستان هستند اینا از طریق افغانستان علیه پاکستان کار میکنند، در حالی که مسائل جانب حکومت سرپرست افغانستان همیشه رد شده و گفته شده. در جریان 4 سال گذشته مردم افغانستان شاهد بودند که افغانستان نیت بد علیه هیچ کشوری منجل پاکستان نداره، بلکه همیشه تقاضایی داشتن که از طریق سیاسی، دیپلماتیک و رفت آمدهای هیئت‌ها مسائل افغانستان و پاکستان حل و فصل کنند، زیرا یگانه راه رسیدن به توافق کوری و صلح و ثبات فقط مبارزه مشترک علیه دو گروه‌های دهشت افغان در هر جای حضور داشته باشد و پاکستان باید به این اشتباه خود پی برده باشد که با بهانه‌جویی‌ها که گویا TTP یا سایر گروه‌های دهشت افغان از افغانستان تغذیه میشن، تبدیل میشن و خاک پاکستان میاین و حتی گفته‌هایی که ضد نقیصی که وزیر داخله و وزیر دفاع پاکستان داشتن، این خودش باعث موجودیت خطر در هر دو طرف مرز میشه. به این معنی که ببینید از طرف پاکستان با همون سیاست دوگانه‌ای که داره
وزیر داخلهشان در ملاقات با نماینده افغانستان در تهران مشمول شد بوده که خواستار باز هم ادامه مذاکرات از طریق صلح‌آمیز و حل مشکلات از طریق روابط سیاسی دیپلماتیک شدن، در حالی که وزیر دفاع پاکستان همیشه صحبت‌های تهدیدآمیز و حتی تحقیرآمیز علیه مردم افغانستان دارد که خود بر فضای رفت آمد ایتا و مناسبات‌هایشان تاثیر بسیار منفی دارد و ما امیدواریم که کشور پاکستان از این سیاست‌های دوگانی خودش بردار شود تا زمانی که سیاستمداران پاکستان به این نتیجه نرسند که ما سیاست‌هایی که در قبال افغانستان گرفتیم چنانچه کشورهای دیگه هم براش فشار آوردن، می‌بینید در مقابل عکس العملی که در مورد مذاکرات اخیر وجود داشت، کشورهای تاجیکستان، روسیه، هندوستان اینا از پاکستان خواستن که با افغانستان از طریق صلح‌آمیز و حل منازعات از طریق سیاسی پیش بیاید که خودش گویزد به این میکنه که پاکستان متاسفانه در ناامیدی‌هایی که است و تمی تشویش‌های و نگرانی‌هاش بین خط مرزی که بین افغانستان و پاکستان از این خاطر است و اگر پاکستان تصمیمی داشته باشه که مبارزه جدی را علیه گروه تروریستی یا هر کسی که نام بگذارن داخل خودشان حل بکنن و یا خواسته های نیروهای مخالف حکومت خود را بپذیرن و با اینا از طریق سیاسی گفتگو بکنن به نتیجه برسن، فکر میکنم که اونها آماده میشن که علیه گروه نیابتی و داعش و غیره در خاک پاکستان کار بکنن و هم میتونن با اون خواسته های خود مطابق با اهدافی که دارن از حکومت پاکستان برسن که باعث تکمیل صلح و ثبات میشه. مننه په بخښنې سره وخت کم دی، رابشو وروستۍ پوښتنې ته که د پاکستان پوځ رښتیا هم د ښو اړیکو غوښتونکی وي نو ولې دروازې تړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسوي؟ ببینید گفتم برای شما که سیاست‌های دوگانه میکنن. از یک طرف میخواین مناسبات خوب بشه و از یک طرف تمام بنادر و سرحدات را وصل میکنن. این خود نمایندگی از این است که نظامیگران پاکستان هنوز اون سیاست‌های دوگانی خود در قبال افغانستان کنار نگذاشتن و خواهش مردم افغانستان حکومت سرپرست افغانستان همیشه بوده که ما نباید مسائل سیاسی را و مسائل مشترکاتی که مردم افغانستان و پاکستان با هم دارن، رفت آمدایی که دارن، این سرحدات به هیچ وجه باید بسته نشه. ولی متأسفانه می‌بینیم در حالی که افغانستان بدون خستگی، بدون اینکه کدام هدف داشته باشه تعامل تجارتی خود را در شرایط جنگی روان میکنه و سرحدات از طریق سرحدات پاکستان به هندوستان و سایر کشورها برسه، ولی پاکستان باز هم موانع ایجاد میکنه. یعنی ما شاهد از این هستیم که هیچگاه افغانستان حرکت بالمقابل، گرچه مردم افغانستان خواستن که حکومت افغانستان توانایی پیدا بکنه که حرکت بالمقابل بالمثل برای انجام بده، ولی این کار هرگز از طرف حکومت افغانستان در زمانی که صورت نگرفته که ما مرزها را بسته کرده باشیم. ولی حکومت پاکستان است بنابر عمومی سیاست‌های دوگانه‌شان علیه افغانستان میخواین سرحدات بسته کنن و از این طریق میخواین که فشار برن. ببینید هیچ گاهی نبوده که حکومت پاکستان بعد خواسته و متافقات افغانستان احترام بگذاره، با فضای افغانستان احترام بگذاره، حتی با نقض کردن خطوط هوایی افغانستان آمدن شهرهای ولایت کابل و سایر ولایت افغانستان هم بمباردمان کردند که خود نماینده اینمی سیاست دوگانه پاکستان علیه افغانستان، در حالی که اینا میخواین از حالی که ما یک خواهش داریم که اگر میخواین مناسبات حل شود، حالی که مسائل اقتصادی و مشترکاتی که مردم با هم دارن از نگاه تجارتی و رفت آمد اینا را با مسائل سیاسی نظامی از یک جای نسازن. بگذارید از طریق مذاکرات و مفاهمه حل گردن و تاثیرگذاری این مسئله برای مسائل اقتصادی هم خواهد بود که ان شاء الله امیدوار هستیم در مذاکرات آینده که خواهد بود در دو طرف در نظر بگیره و با حفظ احترام با یکدیگر مذاکرات پیش برند تا افغانستان و پاکستان به صلح دایمي برسند. د سیاسي چارو شنونکی نجیب الرحمن شمال صاحب ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه کوم. کور ودان. منم ډېره مننه. ژوندی اوسئ. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته. د شل ورځو تړلو وروسته د تورخم لاره نن شنبه یوازې له پاکستانه د ایستل شوي افغان کډوالو پر مخ پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي لارو تړل کېدو د دواړو هیوادونو اقتصادي سکتورونو ته په میلیونونه ډالر زیان رسولی دی. د پنجاب پولیسو په دې وروستیو کې 14 پاکستانیان نیولي دي چې افغانانو ته یې کورونه کرایه ورکول.